ادامه برنامه. دادگاه عالی تاجیکستان 5 کس را برای ربودن و کشتن شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک به حبس ابد محکوم کرد. این حکم که وضع کننده حکم قتل است روز 18 مارس در بازداشتگاه موقت دوشنبه صادر شده است. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف که تابستان سال گذشته صورت گرفت یک حادثه پر سر و صدا در جامعه بود. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرده است. میرزانبی، 5 نفری که حکم ابد گرفتند کیستند و افراد دیگر چند سالی حکم زندان گرفتند؟ سلام بینندگان گرامی. مومن 2 منبع از هم جدا روز 18 مارس یعنی همین روز به رادیو آزادی گفتند که دادرس دلشاد سید مرادوف که او را با نام دلشاد اسبی میشناختند، قمر عزیزوف که او را فرمایشگری قتل نام برده بودند و اکمل احمدوف، بختاور سفروف و شاروخ خوجایف دیگر از شریکان در صادر کردن این جنایت به حبس 1 عمری محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه اموال بعضی از آنها از جمله دلشاد سید مرادوف مصادره می شوند. پیوندان سید مرادوف در صحبت با رادیو آزادی این حکم را تصدیق کردند ولی گفتند از آن ناراضی‌اند. به گفته منابع رادیو آزادی 9 کس دیگر با اتهام‌های گوناگون از جمله خبر ندادن درباره جنایت از 1 تا 8 سال زندانی شدند. و یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در ماه فوریه همین سال هنگام نشست خبریش گفته بود که در رابطه با ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف بر ضد 18 نفر پرونده شدند. از اینها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، 2 نفرشان در کافتکاب و 2 گمانبری دیگر ففتیدند. میرزانبی، این حادثه که خیلی سر و صدا برپا کرد چی رو نشان داد و آیا همه ناروشنی ها در این پرونده روشن شد؟ ببینید، واقعا ربوده و کشته شدن شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک که رهبرش حسن اسدالله زاده دادر عروسی پرزیدنت تاجیکستان است، یکی از قضیه های پرسر و صدا در سال گذشته بود. بسیاریا گفتند که پس از ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان چنین جنایت را به این اندازه یاد نداشتند. بعداً تا پیدا شدن گمانبران در صادر کردن این جنایت، سوال اصلی این بود که کی جرأت کرده است که فرد مهم در نظام سیاسی و بانکداری تاجیکستان را رباید؟ چیزی که بیشتر حیرت ساکنان را به بار آورد این بود که گمانبران اصلی در این قضیه کارمندان سابق مقامات انتظامی تاجیکستان بودند. با این وجود هنوز جزئیات این قضیه روشن نیست. مقامات گفته بودند که گویا قتل بانکی را قمر عزیزوف، رهبر یک شرکت ساختمانی که شهرت شریکش بوده است، فرمایش داده است. برخی دیگر گفتند که قاتلان می‌خواستند از شهرت بیت کوین یا پول‌های رقمی بدزدند. و با وجود اعلان حکم انگیزه اصلی کشتار ناروشن مانده است. شاید مقامات دلیلی برای حرفایشون داشته باشند ولی تاکنون واضح این پرونده را شرح ندادند و روشن هم نیست. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره حکم گمانبران در قتل بانکری تاجیک صحبت کرد. یادآور می‌شویم شهرت اسمت اللهیف را تابستان سال گذشته ربوده و سپس کشته جسدش را به دریا انداخته بودند.